بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس دوم از درس‌های قرائت عربی آغاز میکنیم. الدرس الثانی، یعنی درس دوم، و در این درس ان شاء الله و به توفیق خداوند یکتا درباره قواعد لغت عربی یا گرامر عربی دو چیز مهم و اساسی را ان شاء الله در آخر درس براتون شرح میتم که یکی اسم اشاره است و یکی هم ادوات استفهام است. پس متوجه باشین. ذالک یعنی آن، اشاره بر بعید است. این عنوان درس ماست. ما ذالک، آن چیست؟ ببین این دو کلمه از دو چیز ترکیب شده، یکی از ادوات استفهام و یکی هم از اسم اشاره، و این علامه جمله استفهامیه را تشکیل داده که ما ذالک، آن چیست. در جواب گفته میشه ذالک نجمون، آن ستاره است. اگر نزدیک باشه، چیز نزدیک باشه، ما میگیم که ما هذا، اما ذالک برای دور است و هذا برای نزدیک. مثل که در این مثال میخوانیم هذا مسجدون، ببینین مسجد نزدیک است، و ذالک بیتون، و آن خانه است. هذا حصان و ذالک حمار، این اسب است که در نزدیکی قرار داره، و ذالک حمار، و آن که در آن سو قرار داره خر است. اذالک کلب، در ایجا همزه از جمله مهمترین ادوات استفهام است که انشاءالله در پایان از این درس برای شما ادوات استفهام شرح میدیم. اذالک کلب، آیا آن سگ است؟ جواب لا ذالک قط، نخیر آن گربه است، طوری که در عکس میبینید. ما ذالک، آن چیست؟ ذالک سریر، آن تخت خواب است. با صفحه بعدی انتقال میکنیم. البته در صفحه بعدی با وضاحت درک میکنیم که فرق بین ما و من چیست. ما علامه استفهامیه برای غیر عاقل است و من علامه استفهامیه برای عاقل است. من هذا، این کیست؟ و من ذالک، و آن کیست؟ جواب هذا مدرس، این که نزدیک است، این استاد است، و ذالک امام، و آن امام است. شما میبینین که در محراب است و نماز میخوانه با مقتدیای خود. ما ذالک، آن چیست؟ و گفتیم که هم علامه استفهامی است و سوال میشه که ما ذالک، آن چیست؟ در جواب گفته میشه ذالک حجر، آن سنگ است. هذا سکر و ذالک لبن، و آن شیر است. شما ببینید که ترکیز درس بین هذا و ذالک است. هذا برای نزدیک و ذالک برای دور. تمرین: اقرأ واکتب، بخوان و بنویس.
هذا سكر و ذلك لبن. این شکر است و آن شیر است. من ذلك، آن شخص کیست؟ ذلك امام، آن امام است. اذلك قط، آیا این گربه است؟ لا ذلك کلب، نخیر آن سگ است. ما هذا، این چیست؟ اشاره به نزدیک. هذا حجر، این سنگ است. الکلمات الجدیدة، الکلمات الجدیدة یعنی کلمه های نو. کلمه مفرد است و کلمات جمع است و طبعا جمع مؤنث سالم است و باید که الجدیدة هم مؤنث باید باشه. امام یعنی امام مسجد. حجر سنگ. سکر شکر یا بوره. لبن شیر. و البته در عصر امروز لبن ماست میگوین و حلیب شیر میگن، اما در عصر قدیم لبن بالای شیر اطلاق میشد. با صفحه 14 انتقال میکنیم. البته صفحه 14 درس سوم است. پس دوباره به می درس خود مراجعه میکنیم تا ای که ببینیم ادوات اشاره. ادوات اشاره یا اسماء اشاره، طبعا این اسما همش مبنی است و ببینین ذا و ذانی و ذینی و تا و تی و ته و ذه و ذهی و تهی و تانا و تینا و اولا. اینا همش اسم اشاره است. مثلا ذا که در اولش ما ها را به خاطر تنبیه میریم، یعنی هذا، ای برای مفرد مذکر است. و ذانی و تینی، ای برای مثنای مذکر است. و ذه و ته برای مفرد مؤنث است. و تانی و تینی برای مثنا و مؤنث. و همچنان اولا و اولی، ای چی به مد باشه یا به قصر باشه، ای برای جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم است. البته تنها و تنها خواستم که برایتان یک معلومات بسیط درباره اسم اشاره بتم که براتان توضیح کردم، اما انشاءالله در گرامر عربی که جای قواعد است در اوجا انشاءالله معلومات بیشتر خواهم داد. و میایم حال فعلا درباره علامه استفهام که در ایجا ما را میبینیم. ما ذالک، این چیست؟ شما ببینین که للاستفهام ادواتون اخرى غیر الهمزه و هل. ادوات استفهام غیر از همزه که اذالک یا هل من مزید، غیر از این دو کلمه دیگه کلمات هم وجود داره برای استفهام که مشهورترینش من، ما، متا، این، کیف، کم یا ای. من برای عاقل است و ما برای غیر عاقل. متا یعنی چه وقت، از زمان پرسیده میشه. این از مکان سوال میشه، یعنی این کنت، کجا بودی. کیف، ای از حالت پرسیده میشه. کیف حالک، کیف کنتم. کم، ای
علامه استفهام از عدد است. کم عندک، چند داری، چند پسر داری، یا مثلا چند پول داری، یا چند خانه داری. ای از عدد است. ای و یسأل بها عن جمیع ما تقدم. کلمه ای به اصطلاح جاگزین تمام از این کلمات گذشته است که میتونی عوض از این کلمات ای استعمال کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.